بچه‌ها، شهرام هستم با یه ویدیوی آموزش. امروز قراره یاد بگیریم چگونه 10,000 تا درست شنیدید 10,000 تا TNT با کامن بلاک اسپان کنیم. بریم سراغ آموزش. خب اومدیم سراغ آموزش. شما برای اینکه کامن بلاک رو بیارید باید برین قسمت چتتون اینجا. برای اینکه بتونید کامن بلاک داشته باشید میزنید /give @p کامن بلاک. بعد از اینکه این کد رو زدید به شما کامن بلاک تحویل میده. اینا به ما کامن بلاک داد. بعدش نیاز به یه لور داریم. لور رو میاریم. حالا کامن بلاک رو اینجا میذاریم. خب توش چی مینویسیم؟ مینویسیم /fill. از این علامت ها میذاریم. دوباره یه دونه از این علامت ها میذاریم. دوباره یه دونه از این علامت ها میذاریم. دوباره از اینا 23. دوباره یه دونه از اینا 23. دوباره یه دونه از اینا 23. بعد اینکه این کد رو زدید میزنید TNT. بعد اینکه اینو زدید میایید با لور اینو روشن میکنید. به همین سادگی 10,000 تا TNT اسپان میشه. بچه برای روشن کردنش برای گوشی های ضعیف اصلا روشنش نکنید چون گوشیتون کلا به فنا میره. برای گوشی های قوی هم خیلی لگ داره و ممکنه لود نشه. بله اینم از آموزش. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.